باز وقت هستی بریمان. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان، شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا کشنگ و زیباست وقتی هستی بریمان. خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارد خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیزی ما. امروز ما قرار داریم در دهه اهالیک عزیزی خود برای تبریک آمدیم به خانواده اختم بابا که امروز جشن زادروزی آنابی خاله شده ایستاده است. امروز تبریکات را از نام فرزندان، از نام آزاد آیتی، دلرب آیتی، اولوغ بگکا، دلشاد آیتی، دلیرکا، از نام کلین پاشا ها، مدینه و مرجان بانو تبریک میگویم. لحظه های بهترین رو همراه شمایان به هم ببینیم. ما آغاز میکنیم، با ما باشید. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم خویش و تبار نزدیکان. همه شما را به درگاه امروزه صاحب جشن ها بر روز خرسندی آنابی خاله بر خانواده اختم بابا خیر مقدم میگویم. هر قدم های شما را بالای دیده میخوانیم. برای ما صاحب جشن لازم هستن آنابی خاله برایش خرسک میزنیم، برنامه تکلیف میکنیم. مرحمت آنابی خاله زادروز مبارک. روزی تولد را، روزی شکرانتان را برایتان مبارک باد میگوییم. 120 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید و عهده گیرید دولت پیری را. میگویند میرسد فورا به گوشم مله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روضه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگار من عطای مادرم. زیر شهبال محبت های او گشتم کلان، گیریم و بر دیده مالیم خاک پای مادرم. هر آن خاک پایتان را سرمه چشم کنیم می ارزد. امروز شما را از نام فرزندان عزیز، از نام آزاد آیتی، از نام دلرب آیتی، اولوغ بگکا، دلشاد آیتی، دلیرکا، مدینه آیتی، مرجان آیتی ها، از نام نبیره های شیرین صدقا تبریک میگویم. گفتن مادر عزیز، مادر غمخوار، بیجان عزیزی ما امروز زادروز دارن. قریب 1 ماه هست تیاری میبینیم به زادروزتان. البته زنگ زده گفتن بهشت خاندان من، گل سبد، گل ریحان سری سبت ما زادروز دارن. برای ما چقدر مهنت کردن، چقدر زحمت ها کشیدن، ما فرزندان را کلام کردن.
میخواستم دمی پیری به دولت پیری را دیده همراهی پدر عزیزم همیشه سایبان سری ماشته گردن. زادروزشان مبارک باشد و همیشه در سری فرزندان سایبان و تاج سری طلایی اشته گردید. امروز روز خرسندی را زادروز را برایتان مبارک باد میگویم. بهوده نگفتند زیتو دارم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر، اگر یک خنده ات بینم شود صد درد تسکینم، برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. مادر عزیز بار دیگر زادروزتان مبارک باشد. احتم بابا آمده باشند به احتم بایانشان. السلام علیکم. روز خرسندی مبارک باشد. کریم سلام میانشان بگذارید. جوک شوید برای مردم. مرحمت. مرحمت. بلوبای که دلیرکه یانشان بگذارید. احتم بابا انا همین ها بایگری شما هستند. گفتن رحمت برای پدرم، رحمت برای مادرم. احتم بابا کم خیل وقت بود است که پیش از فرزند به دنیا آمدن فرشته ها می پرسیدن که همین آیله برای تو معقول است؟ فرزندها به یگان شبه می گفته است انا همین شخصیت پدری من، انا همین شخصیت مادری من شود گفته انتخاب می کرده است. امروز همراهی فرزندان صحبت کردیم. هر پگاهی سنجان شکر می گویم که چنین پدر چنین مادر دارم. بودگیشان با شکر. ما نه به یگان کمبودی کلام کردن تا دنیا باشند. ما البته تا آخری عمر خدمت کنیم، خاک پایشان را تاج سر کنیم کم است و همیشه دوست می داریم. ای پدر جان خاک پایت می شود. وقتی پیری من اسایت می شوم، با همه دار و نداری زندگی روی حوله کفش پایت می شود. امروزه لحظه های خرسندی را مبارکباد می گوییم. احتم بابا چند سال شد تو اشتگاهتان با؟ آنها بخوالا با چند سال شد؟ 50 سالگی توی آنها بخوالا نبینید زادروزتان زمستان با فیورال با گلاب قیمت ما بین 50 سال با بغیر از روزی توی چند بار گل پدر کردن تونم؟ گل نه فقط پرشه گفته شما رحمت. امروز باشد از نام احتم بابا برای مادر عزیز با قرصکان همین گلدسته تقدیم میکنن خودشان. مرحمت. زادروز مبارک باشد. البته برای احتم بابا کتاب قیمت بهاترین قرآن کریم است تقدیم میکنم. مرحمت. زادروز مبارک برای هر دویشان، برای هم پدر و هم مادر. مرحمت. یاری خود خریدی مگر کردی فراموش برای مادرت چیزی نبودی، شراب کردی فراموش برای مادرت چیزی نبودی، از در دعا هم مادرم از نام نویره های شیرین البته کلام الله و گلدسته زیبا برای آنا جان مرحمت تقدیم میکنیم. مبارک باشد. مادرم ای مادرم جان مادرم، شاد باش و زنده باش اندر برم. من که این دم با قدی تو هم قدم لحظه از طفلیم یاد آورم. کرده روشن شامی تاریکی مرا، مهر افروزی منو همی آورم. مادران عزیز معلمان من از که یک چیزی را دیدم در اینترنت بسیار زیبا گفت به وصف مادر. میگوید اولین خوابگاه بود، اولین خانه بود بطن مادر.
بعد از تولد شدن اولین طعامی که تناول کردم شیر پاک مادر بود و اولین جایی که خواب کردم بالای زانوی مادر و اولین صدای فورم که شنیدم علی زیبای مادر بود. همه مادران ارزنده این سخنهای بهترین هستند. این لحظه های خرسندی رو مبارکباد میگویم. هر روز برای شما بیرام است چون شمایان هستید در سر فرزندان. شمایان را همه فرزندان دوست می‌دارند. بخاطر آنها آن بیخوله شما را نیست از این فرزندان بار دیگر تبریک میگویم. می‌بینید که در روز خرسندی نبیره کلینی شما در روز خرسندی شما زادروز داشتین. کلینی دلربایتی گلمیرا بانو کدامشان؟ گلمیرا بانو زادروز مبارک. از نام اهل عائلتون از نام مادر جانتان دلربایتی شما تبریک میگویم. همیشه صحت سلامت باشید. برای شما تنها آرزو میکنیم ایزی پای قدم همین احکام بابا نبی خالا رو زیر کرده صاحب چنین عائله خوشبخت چنین فرزندهای صالح و صالحه نبیره و ابیره ها شده یک زنی خاکسار و خانگیری خانواده شدن نصیب کند. امروز روز شکرانت و مبارک باشد. از نام مادر جانتان از نام دلربایتی گلدسته زیبا را داریم میخواهیم برایتان تقدیم کنیم. مرحمت و البته عکس‌های زیبا. مرحبا. اکرم بابا اکنون کلین مولا را ما باید میگرم و شیرینی داریم تارت ها داریم یک جایه هر سه ما شیرینی رو میبریم از آن تناول میکنیم. بگذار دعا کنید که نبیره کلین مانند شما عائله خوشبخت رو برپا کنن و سزاواری همین عائله نمونوی شوند. مرحمت میان بیسید کلین پاشو همه ما هر سه تون یک جای شیرینی رو بریده از آن تناول میکنید. مرحمت. Понедельник или среду, мне без разницы приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть во всех без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь позажигать. از نام فرزندان باز پرترید برای پدر مادر تقدیم میکنن. کشید پیششان با کلیم باشم. مرحبا. مبارک باشه. حتما بابا امروز تبریک کردید می نمیخوره من آپ خواهی بود ایسون ابراماده میشه خواندگی تو یاد تبریک کنیم. روز تولدت مبارک. رحمت آزادایتی. مرحمت. السلام علیکم مهمونای عزیز. من در پای بیجان من خوش آمده. الهی بیجانه که من 120 ساله شوم دست ترکم و صبح سلامت باشم. دلربایتی. السلام علیکم آقا جان. روزی زادروزتون که تبریک میکنم. همه وقت دستری مال سلامت گرده. خط بدری. اونا جان صد بدروی سرکی ما به ساخ سلامت باشه. بی جان 120 ساله شوه سری ما به ساخ سلامت گرده. Benim anam dünyadır, mehul tula deryadır. Zımistanda yolumda nur çeken ziyadır. Benim anam bir taraf, cennet bayda gider. Bu gün canımda anaginem amat
آن جانم بخت onam Jon sarta duraydi vaqti momba ama vaqt soqsaluman garde Ana dani Tumalo bani ma Dada masi mal gade Bidme kelun gade Sama balakman Sokta diroye السلام علیکم هم یک خوش آمده هم قرمت کد آمده رحمتی کردم بیم لیلیم صحبت ره سریمون و همه وقت خوصم آمد کرده چی آرزو نیت ها داره الهی هم مشبرسه ملامت کتی خوشه پیر شده معلمش ما سر کنید همه دوام میکنه علیکم مهمانای عزیز انا اینجا جیانا هم یکاتون خوش آمده به این درگاه آیت الله جان الهیم صد بدره امروز روز تولدم بوده با پوچامکتی خوشه پیر شوه سری من فرزندو با نبیره ها با من عبیره ها با عمری دراز بینه بیدرد و بیغم شوه همه وقت من همینو کتی و چی میگن خوش و خرسند گردید برای همون میگن که مادر برای این چیزی بزرگ نبوده است این بزرگترین این مادر بوده است مادر پدر آینده ای فرزند دوام دهنده ای نسلی همین عائله و نسلی اولاد این مادر پدر بوده است برای همون میگن که مادر 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 بجان برابر مادر دوباره به کس نشد میسر مادر نه دادر نه خواهر بجای مادر آینه پیش چشم دختر مادر الهی هم یکا من همجا مادرشتگی با الهاشون ساق باشن سلامت باشن هم یکاشون من همین عمری این آدم اینم زیاد بینیم هم خوندونش که تیج باشد باز یک بار دیگر مهمونا خوش آمده رحمتی کلام السلام علیکم مهمونکای عزیز خوش آمده هم یکاتون در درگاه توبای ما الهیم ینگا ملوکت خوشه پیری به دولت شما چی ارزوی حوثی داشتاشن ارزو حوثکاشون برسن الهیم لیوره ایوره چه بردار شده ساق و سلامت گردن رحمت هم یکاتون بر خوش آمده هم یکاتون مادگی با رقص تبریک میکنن اکنون به نزدیکی به فصل بهار است که بیرون باده های بهارانه یک جای همه را به رقص تکلیف میکنیم آنا بخواد از روز مبارک 120 ساله شوید همراهی پدر عزیز دم پیری و دولت پیری را دیدن نصیب کند مرحمت سرودها برای شمایان تشکر More
آمدم و میخوانم چی خوش نزدم
های عزیز، در خانواده احتم بابا مهمان شدیم. مادر عزیز آنابی خاله را در روز زادروز در روز تولدشان تبریک کرده لحظه های خرسندی رو همراه شما به هم دیدیم. با ما باشید و خود را احتیاط کنید. سلامت باشید.